در میان لحظه جانکاه قبود، زیر باران خدا باز شنید. نازنینم، آدم، نه به اندازه تنهایی من، نه به اندازه عرش، نه به اندازه گلهای بهشت، که به اندازه یک دانه گندم. تو فقط یادم باش. یاد خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله، الا بذکر الله تطمئن القلوب. برخیز برات عاشقی داده خدا، احسان قدیم را فرستاده خدا. در کوچه روزگار غم هست ولی آرام کند دل مرا یاد خدا. سلام خدا بر پیامبر رحمت و خاندان مطهر و پاکشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام خدا بر امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و سلام خدا به شما اهالی ارجمند یاد خدا. وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید. با افتخار محضر شریف شما بیننده های خوب و عزیزمون هستیم و در بهار سال 1400 با افتخار همچنان یاد خدا رو پیشکش حضور شما مردمان نازنین میکنیم. انشالله که همزمان با بهار طبیعت ما هم رویش کنیم و ما هم تحولی در حال و احوالمون ایجاد کنیم. در خدمت سرور ارجمندم جناب حجت الاسلام المسلمین حاج آقای حیدری کاشانی هستم. حاج آقا سلام علیکم، سال نو مبارک، خیلی خوش آمدید. السلام علیک و رحمت الله و برکاته. عرض تبریک و تهنیت داریم ورود به ماه شعبان رو و ورود به سال جدید شمسی 1400 هجری شمسی که طبق بشارت بزرگان اولیاء خدا سال سرنوشت سازی است در نهضت انتظار و نزدیک شدن به آستان ظهور امام زمان ارواحنا فدا. خدا کند که با آمادگی کامل وارد شده باشیم و در معیت و اطاعت امامت و ولایت بتونیم بار خودمون رو ببندیم، بهترین بهره ها رو از ماه رجب و شعبان بگیریم و آماده بشیم برای ماه مهمانی خدا. به ما یاد دادن که بگیم اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا شهر الصیام. خدا انشالله نهایت درجه برکت رو، عزت رو، عافیت و سلامت و قوت رو به تمام محبان امام زمان عنایت بفرماید در ماه شعبان و ماه شعبان ماه آمادگی برای ورود به ماه رمضان و ماه مهمانی خداوند رحمان بشه انشاءالله تعالی. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. خلاصه ای از جلسه قبل رو با هم نگاه میکنیم و طبق عهدمون با شما این آمادگی رو ایجاد میکنه که انشالله جلسه خوبی با هم داشته باشیم. بفرمایید، خواهش میکنم. آیه 148 سوره بقره میفرماید فاستبقوا الخیرات. سبقت بگیرید. سبقت بگیرید به سمت خیرات و خوبی های عالم. برنامه قبل گفتیم دستور خداوند رحمان سابقوا الی مغفرة من ربکم و جنت. سبقت دستور سبقت به سمت دو چیز، مغفرت و جنت. حالا معادلات این سبقت به سمت جنت یکیش میشه فاستبقوا الخیرات. سبقت بگیرید به سوی تمام خیرها و خوبی‌های عالم. یعنی خوبی نباشه که شما سرعت و سبقت نگیرید به سمت او. حالا این خوبی‌ها شامل در صدرش آنچه که خداوند بر ما واجب کرده، اینها صدر خوبی‌های عالمه. یه بالاتر از اون خوبی نداریم. می‌فرماید که امام حضرت سید الشهدا علیه السلام می‌فرماید الخیر کل الخیر فی ذالک الزمان. ذالک الزمان زمان ظهور امام عصر ارواحنا فداست. می‌فرماید که
تمام خیرات و خوبی های عالم. الخیر کل الخیر، خیر و خوبی و بلکه تمام خیر و خوبی در زمان ظهور حضرت بقیت الله الاعظم تجلی پیدا میکنه، مصداق پیدا میکنه. یعنی سرعت گرفتن و سبقت گرفتن ما به آستان ظهور امام است، سرعت و سبقت ما به سمت آستان تمام خوبی ها و خیرات عالم. خب امنیت مطلق، آرامش مطلق، ثروت و برکت و وسعت مطلق، علم و حکمت بی نهایت. یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الی احسن الحال. در خدمت سرور ارجمندم جناب حاجی حیدری کاشانی هستیم. ما در آستانه میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام که به روز جوان هم معروف هستیم. فکر میکنم یک نسبت و یک ارتباطی اگر در این فرمول و معادله‌ای که فرمودید سار او الی مغفرت و فاستبقوا الخیرات و سابقوا، هر دو رو داریم، سار او و سابقوا. اگر بشه راجع به این هم برامون صحبت کنید، ما مخاطب جوان هم کم نداریم خدا رو شکر. بله، مخصوصا که در روایات وارد شده که بیشتر یاوران امام زمان ارواح نافدا جوانان هستند و از پیران به نسبت نمکی که به غذا زده میشه یا سرمه‌ای که به چشم زده میشه تشبیهی رو آوردن، به اون میزان پیران حضور دارن. اگر بخوایم دورنمای سپاه حضرت رو از نظر سن و سال و جوانی و شروع نشاط جوانی ببینیم، باید یه نگاهی به دفاع مقدس و ایام 8 سال دفاع مقدس بیاندازیم. خب رده سنی اکثریت بچه‌های رزمنده عملاً میانگین بین 18 تا 25 بوده و میانگین سن رزمندگان. ما این که میفرماد بیشترین یاران امام زمان ارواح نافدا جوانان بودن، در زمان بعثت پیامبر هم میبینیم که جوانان طلایه دار بودن در ایمان آوردن به حضرت. همینطور در عصر ظهور چون که جوانان قلبشون آماده تره و هنوز به دلبستگی ها و وابستگی های دنیای فانی، ثروت دنیا، لذت دنیا، شهوت دنیا خیلی گرفتار نشده، سریع میتونن با نوران علی نور ولایت و امامت، با این سیر نورانی همراه بشن، چون ظلمت باطنشون کمتره. در آستانه روز جوان که روز ولادت حضرت علی اکبر، حضرت ولی اکبر جوان حضرت سید الشهداست، تمنا میکنیم و دعا میکنیم که خداوند ما و جوانان ما رو انشاءالله از بهترین یاران و یاوران امام زمان ارواح نافدا، از یاران و یاوران علی اکبری امام زمان ارواح نافدا قرار بده. یاران امام زمان مصداق ربیون کثیر هستن. کلید واژه ربیون کثیر رو عزیزان دلم، خواهران برادران بزرگوارم دنبال بکنن در قرآن. رادمردان ربانی کثیر و فراوان، اینها میان به یاری و یاوری امام زمان. گویا قلب جوانان جهان جذب میشه به سمت امامت و مهدویت. حاج قاسم عزیز یک بار میفرمودن که ما بررسی کردیم، این میزانی که خودمون رسیدیم بررسی بکنیم، 180 میلیون جوان فدایی عاشق ولایت و امامت و مهدویت و از مقلدان زعامت و یاران و یاوران رهبر معظم انقلاب در سرتاسر جهان آماده یک اشارت نائب الامامه. ما 180 میلیون جوان رو شناسایی کردیم که اینا جزء سپاهیان حضرت، جزء فداییانن، امتحاناتی هم پس دادن عملا. حالا در این حال و هوا من به نظرم رسید که بریم سراغ سوره کهف که از اصحاب کهف میگه، از جوانان و جوانمردانی که به غار پناهنده شدن برای اینکه دینشون، ایمانشون و عرفانشون رو حفظ بکنن تا اینکه از بت پرستی به خداپرستی نائل بشن. و پیامی که سوره کهف برای جوانان ما داره اینه که باید به کهف حصین الهی پناهنده بشن تا اهل نجات و سعادت و عاقبت به خیری دنیا و آخرت باشن. کهف حصین چیه؟ در همین صلوات‌های ظهر ماه شعبان که
میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، شجره النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه آغاز میشه. فراز دوم یا فراز سوم میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد الکهف الحسین، کهف حسین و قیاس المضطر المستکین و ملجأ الهاربین. کهف حسین یعنی اون پناهگاه مستحکم، اون غاری که مثل اصحاب کهف باید به اون پناهنده بشید تا دین و ایمان و عرفان شما حفظ بشه. وجود مقدس اهل بیت عصمت و طهارت هستن و در عصر و زمان ما وجود مقدس حضرت بقیت الله الاعظم. پیام سوره کهف برای جوانانی مثل جوان مردان کهف اینه که باید به کهف حسین الهی که در عصر و زمان شما ولایت و هدایت و تربیت مهدوی است، باید شما پناهنده بشی، سرعت بگیری، سبقت بگیری به سمت این کهف حسین، نسبت به این پناهگاه مستحکم عملا. حالا در رابطه با سوره کهف که در آیات 9 تا 26 خداوند رحمان داستان اصحاب کهف رو مفصل میاره که حالا در اصحاب کهف داریم اینها در شمار رجعتیون هستن، رجعت میکنن، بیعت میکنن با امام زمان و در شمار سرداران و فرماندهان امام از اروان و حماسه آفرینی میکنن در افق دولت کریمه مهدوی. پس سوره کهف که آیات 9 تا 26 به اصحاب کهف و ویژگی های اخلاقی و اعتقادی و بصیرتی و استقامتی اونها میپردازه، میتونه از صور المهدی نام بگیره، از سوره هایی که با مهدویت یه پیوند پر رمز و راز داره. چون که اونایی که در عصر خودشون، در نسل خودشون، در عهد دقیانوس اونها نمره مهدی آوریشون رو گرفتن، نمره قبولی گرفتن، نمره خوبی گرفتن، چنان بصیرت و استقامتی نشون دادن در عهد ایمانی با خداوند رحمان که ائمه اطهار فرمودن اینها از اون کسایی هستن که خدا برشون میگردونه، در رکاب امام زمان بیعت میکنن و در اطاعت امام زمان جانفشانی میکنن، سرداری میکنن، علمداری میکنن. پس بریم اگر سراغ اصحاب کهف، جوان مردان غار، جوان مردان و پناهندگان به غار، به کهف، اینها رو که بررسی میکنیم انگار ویژگی های اصحاب المهدی رو و یاوران امام زمان رو داریم بررسی میکنیم. پس آیات 9 تا 26 که داستان اصحاب کهف گفته میشه، با محوریت آیات 9 و 10 یک اشاره‌ای بکنیم. و قبل از ورود به سوره کهف که گفتیم یه پیونده هایی با امام زمان ارواح نافدار داره. مثلا میفرماد کسی که 10 آیه پایانی سوره کهف رو تلاوت کنه، قرائت کنه، تلاوت کنه و حفظ کنه، که آیه پایانیش معروفه به آیه‌ای هستش که انسان وقتی که میخواد بیدار بشه این آیه رو پیش از خواب بخونه، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احد. آفرین. میگه کسی که این آیه رو هنگام خواب تلاوت کنه، خداوند یک نوری از نور الله، از نور خدا بین قلب او تا خانه خدا میکشه که او در کنف حمایت نور الله و نور خدا باشه. نور الله چیه در عصر زمان ما؟ تجلی نور الله عینا میگیم السلام علیک یا حضرت بقیت الله الاعظم، یعنی از نور ولایت و تربیت و هدایت و حفاظت و حراست امام زمان ارواح نافدا برای کسی که متمسک میشه به افضل الذکر القرآن، متوسل میشه. یکی از مصادیق کهف حسین قرآنه، قرآن و اطرت. میگه خداوند نوری میکشه بین قلب او تا کعبه و در کنف حمایت نور الله، نور حضرت بقیت الله الاعظم تا وقت بیداری. بعد میگه نیت بکنی شما، خداوند به شما اراده‌ای میده، ملائکه الهی و فرشتگان الهی پیامشون دریافت میکنی، در اون ساعتی که اراده میکنی بیدار میشی. در فضیلت تلاوت سوره کهف داره که نورانیت بخشه. میگه در تورات سوره کهف معروف به حائله، حدیث نبوی است از پیامبرمون، معروف به حائله. چرا؟ چون که حائل می شود بین تلاوت کننده سوره کهف و آتش جهنم. یعنی در تورات بشارت سوره کهف آمده و یک اشاره‌ای به سوره کهف شده که پیامبر آخر الزمان میاد. یکی از سوره هایی که میاره سوره کهف و داستان اصحاب کهف رو خداوند اونجا بشارت داده که در قرآن پیامبر آخر الزمان ما رونمایی خواهیم کرد. چون سوالات در رابطه با اصحاب کهف خیلی زیاد بوده در طول تاریخ بشری. اینا چند تا بودن؟
عمرشون چقدر بوده، خوابشون چقدر طول کشیده، چند روز زنده بودن، دوباره چگونه خداوند اونها رو از دنیا برد، آرامگاهشون کجاست. خداوند در سوره تورات موسی کلیم الله بشارت داده که با عنوان سوره کهفی میاد که معروف است به حائله بین قرائت کننده و آتش جهنم میشه. بعد میفرماید که امام صادق علیه السلام برای عاشقان شهادت فی سبیل الله این سوره کهف خیلی کلیدیه. این که میگه اصحاب المهدی کلهم یتمنون الشهاده، اصحاب المهدی که اکثریتشون جوانانن، جوانانی هستن که تمنای شبانه روزیشون شهادت در راه خداست. بعد میفرماید هر کسی که در شب جمعه سوره کهف رو تلاوت بکنه با شهادت از دنیا میره، یا با فضیلت شهادت خداوند او رو در شمار شهدا مبعوث میکنه. تلاوت سوره کهف، ببینید ما چه عظمتی از قرآن رو محرومیم و دوریم و انس ما با قرآن به چه افقهایی ما رو میتونه، به چه عاقبت به خیریه با شهادت ما یا با فضیلت شهادت ما و مبعوث شدمون در شمار شهدا با تلاوت سوره کهف در هر شب جمعه تضمین میشه و امضا میشه با تلاوت 110 آیه سوره کهف. خب آیه 9 و 10 از آیات کلیدی است که اگر که موافق باشی آیه رو بشنویم و بشنون مخاطبان عزیزمون و با افتخار ادامه پیدا بکنه ان شاء الله. محضر قرآن کریم مشرف میشیم و برخواهیم گشت خدمت استاد حیدری کاشانی. مبحث رو ادامه خواهیم داد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. آیات 9 و 10 سوره مبارکه کهف رو با هم شنیدیم و خدمت استاد حیدری کاشانی عزیز هستیم. اتفاقا آیه 9 آیه‌ای که گزارش شده از سر بریده حضرت سیدالشهدا در بالای نیزه ها شنیده شده. ما در روایات و احادیث اهل بیت داریم که سر حضرت سیدالشهدا در 70 مقام تلاوت قرآن داشتن و این هم نشانه اینه که قرآن با آنقدر مأنوس شبانه روزی با قرآن بودن حضرت سیدالشهدا که با گوشت و پوست و استخوان حضرت عجین شده بوده قرآن و به اذن الله از معجزات سر بریده در حقیقت کتابی داریم مقام رأس الحسین، در اون کتاب 70 موضعی که حضرت تلاوت قرآن داشتن. یکی از آیات قرآن که از لسان مطهر حضرت سیدالشهدا که به تعبیر السلام علی الشفات الزابلات از اون لبه های پاره پاره و ترک خورده از تشنگی صادر شده و مردم شنیدن، همین آیه 9 سوره کهفه. ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. آیا گمان کردید که داستان اصحاب کهف و اصحاب رقیم از آیات عجیب ماست؟ که در تفسیر این داره که خداوند میخواد بگه عجیب تر از این هم جوانانی رادمردانی در معیت امامشون حضرت سیدالشهدا به کربلا میان و اون عهد پیمانشون با خداوند رو به سرانجام میرسونن. عجیب تر از داستان اصحاب کهف اصحاب الحسینه. اذ اول فدیت الی الکهف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمه و هیئ لنا من امرنا رشدا. به یاد بیار اون هنگام رو که فتیه جوانانی بودن که در مقابل نظام استکباری زمانه خودشون شوریدن و ندای توحید برآوردن.
به یاد بیار اون موقعی که این جوانان پناهنده شدن به سمت کهف، به سمت غار و دعاشون این بود: ربنا آتنا من لدنک رحمه. میگیم سابقوا الی مغفرة، سارعوا الی مغفرة. اینا سرعت، الگوها و اسوه های سرعت و سبقت به سمت مغفرت و رحمت پروردگارن. گفتن خدایا از جانب خودت ما رو غرق رحمت کن، غرق مغفرت کن. و هیئ لنا من امرنا رشدا، امر ما رو خودت کارگردانی کن، به نهایت درجه رشد و تعالی برسان. ما نمیدونیم آیندمون چی میشه با این شورشی و انقلابی که در مقابل فرعون زمانمون دقیانوس کردیم. تو خودت امر ما رو کارگردانی کن، به نهایت درجه رشد و تعالی برسون. خب این دو آیه میگه اینها جوانانی بودن که به کهف پناهنده شدن. کهف آخر الزمان اهل بیت عصمت و طهارت. اللهم صل علی محمد و آل محمد علی کهف الحسین و قیاس المستر المستکین. به کسی که مضطرانه مثل جوانمردان کهف، جوانان کهف، پناهندگان به غار، ملازمان کهف، مثل اونها مضطرانه از غیر خدا ببره و به این پناهگاه که پناهگاه اطرت هست، امامت هست، مهدویت هست، پناهنده بشه. مضطرانه در کمال مسکنت. این خیلی مهمه، این معادله. اینها فریاد رسی میکنن، پناه جویی میکنن، پناه دهی میکنن و چه کار میکنن؟ دست اون شخص رو که پناهنده شده به آستان ولایت و امامت و نورانیت اونها میگیرن، از ظلمات ارض، از تاریکی ها و ظلمت ها و غفلت ها و جهالت ها و شهوت زدگی ها میذارن تو دست خدا. این کار ائمه اطهاره، این کار امام زمان ارواح نافداست. پس پیام این آیات اینه: از اول فتیت و الی الکهف، هنگامی که جوانان به کهف پناهنده شدن، اون موقع رو مرتب به یاد بیار و همین گونه خودت و جوانان امتت رو دعوت کن که به پناهگاه عصر و زمانت که وجود مقدس امام زمانه پناهنده بشن. این پناهندگی الکهف الحسین و قیاس المستر المستکین، این پناهجویی از کهف حسین میتونه ما رو به فضیلت سوره کهف برسونه که یک فضیلت تلاوتش در شبهای جمعه این میشه که عاقبت به خیری ما با شهادت ضمانت میشود و یا با فضیلت شهادت تضمین میشه که در شمار شهدا ما مبعوث و محشور بشیم و به درجه شهدای عالم برسیم. اگر خاطرتون باشه در بحث بهشت شناسی در جنات عدن گفتیم اونجا میگه خانه ویژه خداست، پذیرایی خانه ویژه خداست، پذیرایی ویژه خدا برای جنات عدن. میگه 3 دسته بیشتر نمیرسن به اونجا: النبیین و صدیقین و شهدا، پیامبران، صدیقین که امامان معصوم باشن و شهدا. حالا میگه سوره کهف تلاوتش در شبهای جمعه شما رو میرسونه به عاقبت به خیریه با شهادت یا فضیلت شهادت که ما رو به جنات عدن، به اون بالاترین درجات بهشت خدا میرسونه ان شاء الله تعالی. و اما دوست دارم یاد بکنیم چون که در آستانه روز جوان هستیم، خب ما 220,000 از پاکترین جوانان دنیا رو تقدیم کردیم. تقدیم قرآن، اطرت، مهدویت. شهدای ما بالای 220,000 تا آمارشون هست. اینها مصداق اصحاب کهف زمانه ما بودن. جوانانی که به حصن حسین و کهف حسین ولایت، امامت، مهدویت با معادله اطاعت و معیت زعامت رسیدن و گوی سبقت رو ربودن، با شهادت عاقبت به خیر شدن. به نمایندگی از تمام شهدای جوانمون، از فخر الشهدای مدافع حرم شهید محسن حججی عزیز یاد بکنیم. این جوانی که خدا او رو خیلی عزیز کرد. ببینید چقدر اهل بیتی بوده، چقدر امام زمانی بوده، چقدر امام رضایی بوده. یکی از کلیدواژه‌هاش این بوده که چقدر تلاش میکرده گمنام باشه، کسی نشناستش. تو طول زندگیش و خدماتش و هیئتی که میرفته و کارهایی که میکرده، همه تلاشش واقعا خلوص نیتش تو همه شؤون زندگیش بوده. به یک معادله خیلی کلیدی اشاره کردید برای یاوران امام زمان که مقام لله شدن و بقیت الله شدن رو دستور کار دارن. تمام تلاش هم و غمشون این که دیده نشن
در چشم خلق خدا، کارشون دیده نشه، اما نهایت مجاهدت و تلاش رو دارن و اون مجاهد میگه ما باید در چشم خدا و اولیاء خدا دیده بشیم. تمام هم و غمش اینه که در چشم خدا و اولیاء خدا دیده بشه، نه در چشم خلق خدا. و تمام هم و غمش اینه که از چشم خدا نیفته. بالاترین ارتفاع برای سقوط افتادن از چشم الله و افتادن از چشم بقیت الله. خداوند ما رو از چشم الله و چشم بقیت الله نیندازه. فخر الشهدای مدافع حرم شهید محسن حججی عزیز خیلی با قرآن مأنوس بوده، خیلی اهل عشق و محبت به آستان امام زمان ارواح و نافدا بوده. ایام ماه شعبان حالا هواش عوض می شده، روزداری های ماه شعبانش و بعد عشق بازی هاش با امام زمان ارواح و نافدا و بعد معادله ارتباط با امامت و مهدویت رو که برقراری رابطه قلبی و عاطفی و حمایتی به تعبیر حاج قاسم با زعیم امت و نائب الامامه، این رو پیدا کرده بوده. هم مقلد مقام معظم رهبری بودن، هم عاشق سینه چاک مقام معظم رهبری و به عنوان نائب الامام، به عنوان حلقه اتصال با آستان ولایت و امامت و مهدویت بودن. خیلی هم شلوغ نمی کرده که مثلا عکسی بلند کنه و فریادی بزنه و نه، در عمل این تبعیت و دلدادگی رو، همون که اصلا رشد و تعالی یاوران امام زمان داره که اینها ناشناسان در زمین اما سرشناسان در آسمان و در میان فرشتگانن. سعی می‌کنن تا بتونن ناشناس، چراغ خاموش کارشون رو پیش ببرن. ما خیلی وقتا اعتقادی که نداریم رو پروفایل جار میکنیم، بنر میکنیم، شعار میکنیم، اعلام میکنیم، در حالی که محتوا نیست، اعتقاد نیست. بعد تو بزنگاه ها این تضاد و کنتراست خیلی اذیت میکنه. میگن ایشون برای اتیکت لباس رزمش یک عنوانی انتخاب کرده بوده، حتی نام خودشون نزده بوده، زده بوده جون خادم المهدی. خوش آمدید. جون نام غلام سیاه حضرت سیدالشهدا، در میان غلامان حضرت غلام سیاه بود. بعد میخواد بگه که امام زمان ارواح من غلام سیاه امام زمانم هستم، من 0 تا 100 خدمتگزار امام زمانم. بعدش هم داره میگه من چه بسا روسیاهم، در اینجا قصور دارم، تقصیر دارم. جون خادم المهدی. خب ببینید چقدر انسان خودشو، این از مقام تواضعا لله که خودشو در مقابل ولی الله میشکنه و پایین میاره. جون خادم المهدی. بعد شخصیتی که عاشق شهادته و پدر و مادرش رو شب قدر میبره زیارت امام رضا، بعد از قرآن به سر گرفتن به پای اینها میفته که رضایت قلبی بدید به شهادت من. و بعد میگه من از خدا 2 تا شهادت خواستم، یه شهادت پیش از ظهور امام است، یه شهادت در رکاب امام است. اما از خدا خواستم این 2 تا شهادت هم نه این که بار من رو ببنده، نه این که هدفم باشه من به اعلی علیین برسم، به مقام انبیا و پیامبران و صدیقان برسم، شهادتی باشد که به درد امام زمانم بخوره و کار و بار امام زمانم رو راه حق بده. ببینید حتی در شهادت خودش رو نمیبینه، در تمنای شهادت خودشون رو نمیبینن. میگه شهادتم به درد امام زمان بخوره. یه چنین افق‌هایی است که یه چنین عزتی رو، یه چنین سرشناسی رو خدا میده و با یاد او، نام او، تشییع جنازه او، نحوه شهادت مظلومانه و نجیبانه او دل عالمی رو میلرزونه و متوجه راه خداوند رحمان و قرآن و عطرت و مهدویت میکنه. آقا خدا حفظتون کنه. خیلی استفاده کردیم از همراهی شما. هم بی نهایت سپاسگزارم. الهی چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقتتون بخیر. محتاج دعای خیر شما هستیم یا الله. تا جا خیلی متشکرم. پشت هر کوه بلند سبززاری است پر از یاد خدا.